دوستان عزیز، اکنون باز مرحله نیمه نهایی وزنی از همگران جمعی 86 کیلو بعد چند لحظه شروع می گردد. شکر محمد میر محمد و قهرمان جهان در گشتینی ملی، نماینده جمهوری تاجیکستان، چمپیون جهانی گشتینگیری شکر محمد میر محمد سبز در میدان بوده. این بگمراد اولتیبایوف، اشتراکی بازی های المپی توکیو از جمهوری ازبکستان. بگمراد اولتیبایوف رقابت پهلوانان در وزن گران در مرحله نیمه نهایی صورت میگیرد. شکر محمد ابتدای رقابت را اینجا هم میخواهد جالبتر نماید. بله، سبقت های دیگری مسابقات هم یک شهامت الهیده خود را داشتند و مخصوصا در وزن گران چهره های ارزنده براسی به میدان آمدند. 18 نفر مدعیان شاه جایزه و اکنون وقت همه را نشان داد که موقع یا درجه کسبیت ورزشگران در کدام زینه است. اولتیبایوف اشتراکی بازی های المپی توکیو 2020 یکی از گران وزن های سرشناس جمهوری ازبکستان است. شکر محمد در کورش هم در قهرمانی آسیا در مسابقه های نفوذی بین المللی شرکت فعالانه هم کرده است. حالا توجه میکنیم که شکر محمد رجوع میکند برای یک لحظه خوب. داور اشاره دارد که هیچ چیز نیست، میتوانید میدان را باز هم جالبتر کنید و شدتی دیگر دادن این لحظه ها امکان پذیر است. شکر محمد اکنون از بالا وقتی که شکر محمد قپیدن گرفته یا لحظه خوب را پیدا کند خیلی مناسب میشد، اما نتوانست. با اولتیبایوف آگاهی دادند چون که حرکت های شکر محمد راستی خیلی خوب و بیشتر بودند. بله، ادامه تلاش پهلوانان در مرحله نیمه نهایی. یک بار دیگر شکر محمد خواست از بالا حریف را قپد اما نتوانست. شکر محمد اکنون وقتی از بالا قپد بسیار فرصت مناسب می شود برای حملهش، برای استفاده اصول کمری. حالا که بیرون دو اصول را خوبتر و به مورد استفاده کرده می تواند حالا، اما صورت افزایی نیست. اینجا به تدریج وقت سپری می گردد و اکنون شکر محمد در ادامه تلاشش دو بار حرکت خوب رو اینجا هم بله می توانست باز جالبتر انجام دهد. و تلاش پهلوانان اکنون ادامه می یابد. اکنون شکر محمد برگشت و رقابت را ادامه می دهد. از بالا چون گفتیم بسیار یک اصول دوست داشته شکر محمد خیلی خوب بگمراد پیخست کرد که عقب نشینی میکند، نمیگذارد که شکر محمد از بالا قپد. حالا شکر محمد موقع خود را خوبتر کرده است.
موقعش خوبتر است. بسیار هم رجوع خوب کرد. قوازمایه ادامه می‌یابد. حرکت‌های شکرمحمد مسئولیتش خیلی خوبتر است براستی نسبت به اولتیبایوف. 2-3 بار کوشش کرد. همین حرکت‌ها در خاتمه هم به نظر گرفته می شود. وقتی که امتیاز به دست نآید داوران هم مجبور می شوند که مجازات کنند. یعنی زمینه برای حریف جهتی نشان دادن آگاهی. اگر آگاهی قبلا گرفته باشد آنگاه الکی زمینه تنبیه به میان می آید. وقتی اساسی به انجام رسیده ایستاده است. از بالا بیشتر قپیدن شکرمحمد بسیار مناسب است. وقت ثانیه های به شمار. وقت به انجام رسید. وقتی کیلوی گولدن скор 3 минути дополнительное времени. هر دو موفق نشدند و اکنون 3 دقیقه دیگر هر دو قوازمایی میکنند. دوام رقابت پهلوانان اکنون چی نتیجه میدهد؟ از بالا قپی شکرمحمد خیلی خوب است. مخلصان هم میدانند این را. از بالا داشتن شکرمحمد این آغاز با برار هجوم شکرمحمد است. کم سرعت را فکر میکنم تیزاند. شاید به شود. دانستن بندهای علاهیده یا اصولهای زیاد محض در همین لحظه ها خیلی خوب به کار می رود. دلاوری صبریدین داور درجه جمهوریوی برای درست کردن کمربند دستور میدهد که بگمراد اولتیبایوف این کار را هر چیز زودتر انجام دهد. بله انا همین خیل طرزی کشتینگیری برای هر دو امکانیتی خوبتر باید شود که نیروسنجیشان باز هم جالب تر صورت گیرد. قپیدن اول بسیار خوب است. باز از بالا داشتن لازم بود. اصول سر کت را از هر دو طرف خوب اجرا میکند اولتیبایوف. فضای دانه شد. مخلصان هم به وجه آمدند. 1.5 دقیقه بیشتر وقتی علاوگی هم پشت سر می شود. ثانیه های به شمار آنگاه
ثانیه‌های بشمار باقی مانده است و اکنون یک همین طریق فرصت معرفی نصیبی شکر محمد میر محمد شکر محمد در این دور موفق شد و به مرحله فینالی را با شریف نظریف میدانداری خواهد کرد.